امروز اومدیم تو 5 ساعت 5 چالش مرگبار انجام بدیم. این بدترین چالش های زندگی منه که امروز همراه امین و محمد عزیز. محمد بیخیال شده داشت. ما یه ویدیو گرفتیم آقا با غلط کردم. آره داشت دیدم. امروز رفته آقا امیر عزیز. آقا امروز اینا رو ول کن. چالش آخر با خودم. چالش آخر؟ چالش آخر؟ آقا اومدیم بال مکزیکی رو بگیریم. آقا امیر نظرت راجع به اولی چیه داداش؟ مثلا اینه که داشت اینا اصلا هیچی نیست. هیچی نیست دیگه. هیچی نیست. من فلفل رو خواهم اینو بریزم روش. بخور همین الان بخور. همین الان. این یه نمونه قلقلک دار. حالا باید یه دونه کوچیکشو کامل بخوریم تو چالش بعدی. اونا اشکا اون یه قلوب پس رو. مطمئنی دیگه؟ آره اون اصلا هیچی نیست. نگران اونا نباش. من حالا بله. آقا محمد گل چیکار میکنی؟ بابا گرمه دهنتو سرویس. یاقه میدیدی آره؟ نه بابا. بچه‌ها ساعت 12 ظهر هیچ وقت اینجوری یه آدمای کسخلی هستن مثل ما. آقا امیر زهر، آقا امیر مرض، یه دونه آب خریدی. نه آقا اشکالی نداره. کسخل فلفلا رو ببین آدم قایم میکنه. آقا محمد بگی نونو بزن تو. نون ممنوعه آقا، نون ممنوعه. داداش با نون خوشمزه. آقا اینجا رو نگاه کن. آنباکسینگ کنم براتون. آقا سبزی رو بگیر. بابا سبزی چیه کس؟ بابا سبزی توش لیمو است. لیمو. چی داره؟ چالش لیمو باید بکنی تو دهنت. بابا یه دقیقه زر نزن. نگاه کن. این بال مکزیکیه درسته؟ ولی چالش ما اینجوری نیست که. شما در نظر داشته باشه. اینو ببین میری داشت بعد این سسه خب اینو باید بریزی بعد همش می‌کنی. مطمئنی ابوش ملوه. ببینم وای آجی تو اگه واسه ما لاتی خب لاتی داداش اونو نزن. وایس داداش خب میمیریم. سه دو یک تو هرکی زودتر بخوره است. مگه شبکه پویاس آخه. خوب میخوری ها. کدوم کسخوری آخه ناشه بال مکزیکی میخوره. منم بخور برای من اینو بخورم تمام. پویا چالش اول برد. چالش اول تو ملو بود آقا. اصلا مزه از چشات معلومه. یکی از چشات یکی از گوشات دوتاتون بیاین عقب امتحان کنیم. بیا آب بخور. آقا منم میخوری؟ آقا آب مردنی داری؟ آره. نظر راجع به چالش اول چی بود؟ محمد ریاضی یه بار معلم ریاضی اون پاشو کورون تو در راجی پاش رفت این وره در از این ربطی داشتن چه ربطی داشت کس خود؟ نسبت تونخوری دیگه این همه چالش اول خوب بود دیگه ولی ببین شیمی چیز دیگه است. ببین نه حالا شوخی میکنم قلقلک انداخت جدی میگم قلقلکت داد؟ ببین میخوام یه جوری تونخوری کنم براتون بی سابقه توی کره زمین باشه. پلیس اومد بگیرت. پوله بگو کسخو کجا داره ببین الان بگو مستی ولی پس قلقلکت داد. نه قلقلک پس چالش آخر واسه راحته. آقا پویا نیستش میخوام این خیلی تنده اینو میخوام بریزم تو اینم خیلی داستان داره. اینو خاموش داری میگیری؟ آره عجب لوچی هستی تو. خب بچه ها امروز اومدیم واسه تون چی میخواستم؟ آقا ولش کن. این امیر ما اومده راجع به شیمی صحبت کرد. من میخوام راجع به فیزیک واسه تون صحبت کنم. فیزیک درس خیلی خوبیه ولی تو بده من گوشو. خب آقا بویا نظر تو راجع به چالش اول چیه؟ قلقلک من عادیم. چالش دوم چالش بسیار سختیه. همه رو باید بریزی. سبزه واسه خودت ها. نه سبزی برای من زر نزن. همه رو بریز. اون در داره فکر کنم ها.
نه بریز تا جایی که میتونی. توفه بابا با توفه. آه اینجا رو باهاش عشق داشته عشق. نکن قشنگ من رو توشی چیز فنا رفت. اینم آقا میگه سبزه واسه شماست. سبزه واسه دست ازن؟ تو که داشت این کار نیستی برای چی میخوری؟ حاجی من از اینا خیلی گفتم. گفت چی اومد؟ آقا سلامتی. بچه اسم این میزو گذاشتم میز مرگبار. آقا همین بشین ما که اومدیم بالاخره. آقا تو چرا میگی میز مرگ وایسا؟ وقتی خورما روی میز هست. بذار دهنه. آها نمیده دهنه. نذاش دهنه. اینا رو آوردم برای زاپاس داداش. خیلی خطریه این موضوع. اینو بده من. دست نه زعفرونی من زعفرونی من گرمیجات دوست دارم. گرمی دوست داری کلا گرمی دوست داری. آقا بریم. بچه ها سلام. آقا سلامتی کی؟ بزن سلامتیش بام. لب بگیرین لب سبزش خیلی بره. بده؟ سبزش خیلی بده؟ آقا محمد گفت اینو میخوره درسته؟ بچه‌ها این یه ذره که توش مونده بود ریختم این تو. بچه اینا همه‌شون حالشون بد شد خب ولی من میخوام ریاکشن به عشق بچه آره. به عشق بچه بدون ریاکشن. حالا بی شوخی بچه‌ها جدیش جدا شوخی جدی شوخی میگم علوم بلدی؟ حالا خدا وکیلی معده‌ام خیلی میسوزه. سلامتی بچه ها. چیه؟ چالش دوم همین بود. همین آب بیار. حالا بده باشی. همه حالا بده. اومدیم با چالش سوم زنجبیل سرویس کرد خوشه یه گلوریا خورد تو رو قرآنا. درسته چالش دوم برد با اینکه قرمزشو خورد من سبزشو خوردم. من اینو نصف کنم این زنجبیل حاجی خیلی بده زنجبیل. چقدر میخوری؟ هر کی بیشتر بخوره برنده است. من اینقدر دادش بخورم. اینقدر بگی؟ بعدم همونقدر بیشتر نزار. خب اسکو اینجوری که مساوی میشیم. داداش من راحت اصلا حالا بده. اینو بردم. داداش نمیشه با ما همینش هم نمیتونیم. 3 2 1 چی شد؟ فقط دم میسوزه. من قورتش شدم. قورتش شد یه چی قورت. همینو بزن. قشنگ باید بگی. بجو قشنگ. بگو قشنگ. پاشو مرد باش رستم. من دیشب داشتم گفتم من فردا میخوام برم اون پویا اینا ویدیو بگیریم تونخوری اشغاله. خب من ترسیده بودم. از چی ترسیده بودی؟ به قرآن من گفتم یه وقت نمیدونم خسخوری. آقا امیر ببین چه آشی برات دارم میپزم. کجایی؟ ببین چه آشی. چالش یکی مونده با آخر چیه؟ ببین حالا وایسا کار دارم. وایسی حاجی من حالم بده. من خیلی حالم بده. به قرآن دارم جدی میگم خیلی حالم بده. چیکار داری میکنی؟ حالا من اینو الفاق میکنم به آقا امیر میذارم سرچه. این اصل چالشه داداش. برای شروع خیلی ریلکس. اینو امیرجان پر کرده بود دیگه درسته؟ داداش من هر چیزی باش یه ذره آمد توف بزن میاد. بسه احمد منو
یه دقیقه سکوت کنید شما. اون چیه؟ این چاشنی خود نودله. این که چیزی نیست. ولی من برای کلا ازم میدونی برای مزه بازی میگم قرمزه ولی میدونه قرمزی داره. اونم بریز اونم بریز. فلفل دیگه بریزی. اوه چجوری پاشید بیرون فقط ببین چه وضعیه. قرمزه. ببین الان که بوش داره میاد تخ کردم. یعنی خب با این حال ما چیزا به چاشنی اون یکی رو معنی نداره داداش. هیچ چیزی معنی نداره. قیافه رو بگیر. اوه ما داداش کلا میدونی زنجبیل هم که میریزی. نه زنجبیل بندازش. امیر زنجبیل دوست داری؟ دو دقیقه در صفای خودش بگیر رنگ خون امیره. من تست کنم بدونه؟ نه مثل لاتی بکن تو هم بیا. ریاکشن پویا رو فقط دوست دارم ببینم. کلشو میخوری؟ هم بزن داداش هم بزن هیچ فرقی نداره تو هم بزن. برای همزه این 3 2 1 پویا وای چطوره؟ وای یه قاشق بخور جون داداش این همه باید پای آقا خدایی چقدر میزنه یه کاسهشو بخورم؟ چطوره؟ دوربین ببینم یه قاشق به عشق بچه‌ها من پول گفتم به عشق بچه‌ها من پول بدنم نمیاد. دارم میگم به عشق بچه‌ها بچه‌ها یه قاشق ببین اگلاریو بدتر نیست بچه‌ها بهش خود برو بالا همینو فکر کنم ماکارونیه اگه مزه گو بیا اینجا امیر تو هم باش همراهی کن داداش. وای خیارتو بده وای خیارتو بابا خیارتو قرمز شده آیام رفت ببین چسبیدا وای حالم به قرآن تو همون لحظه احساس کردم یه لحظه مردم من گفتم چپ ترکی داشتیم میخن چرا یهو زدی اینجا خب رسیدیم چالش آخر، چالشی که من برای این دوتا گذاشتم. امیر و پویا میخوام دهنتون رو سرویس کنم. خب کار داری برام اول به امیر بده امیر جان داداش باید بکشم بالا اینا چیزی نباشه بمیریم قشنگ بکش بالا احساس کنم دماغ درد گرفتم دماغت داره جز میخوره آره؟ الان میاد. پس گردنم میسوزه آها نمیگم نه آمای عطایی بده چرا داری گریه میکنی؟ دهنتون رو ببندید نمیاد دکتر همین شروع نشد چیکار داری میکنی؟ همین حالت خوبه؟
بچه قیافه امیر نه امیر چرا گریه میکنی حالا قیافه رو چی شد؟ داره میاد ازش امیر به زانو در میاد توی این چالش. بدترین چالشی که انجام دادی کدوم بود؟ بویا بدترین چالشی که انجام دادی کدوم بوده؟ اشکال نداره. آره بچه من بهتون بگم که خیلی داروی خوبیه واسه سرماخوردگی، خیلی راحتی ازش استفاده کنید، حالتون خوب میشه. الان همین چند دقیقه دیگه حالش اوکی میشه. بله پویا مثلا میبینین یه دقیقه صبر نمیکنه. به نظر بدترین چالشی که گرفتین کدوم بود؟ که هنوز تموم نکرده حتاش این سرما خورده، این هم داره سرما میخوره فکر کنم. همین جورشه داره تو حدسا میده میره. تا ویدیو بعدی هم فعلا خدا این علاقه. آقا اگه دوست دارین پارت دوم من انجام بدم کامنت ها رو بترمونید بذارین چاقوی قرمز. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.